با درود فراوان به رفیق یونس پارسابناب. من نادر هستم از تلویزیون آزمایشی حزب رنجبران ایران. خیلی خوشحال هستیم که شما را دوباره در کنار خود داریم. نادر عزیز، منم مثل همیشه خیلی خوشحالم. به شما و به تمام شنوندگان برنامه سلام میکنم و درود میفرستم. با تشکر رفیق یونس. رفیق یونس، سوال اولم را میخوام اینطوری مطرح بکنم که به نظر شما که مدت هاست در مجمع عمومی جنبش تسخیر در شهر واشنگتن شرکت میکنید، چرا جنبش فتح به طور وسیع در سراسر جهان مورد استقبال مردم قرار گرفته است؟ رفیق نادر، جنبش فتح که دقیقاً حالا 2 ماهی که شروع شده در آمریکا، از هر نظر در تاریخ اقلاً در تاریخ 50 سال گذشته آمریکا تقریباً یک حادثه بی‌نظیریه و جنبه‌های مختلفی داره که این بی‌نظیری این جنبش رو به نمایش میگذاره. من میتونم به بخشی از اینها اشاره بکنم تا شنوندگان عزیز بیشتر از ویژگی‌های این جنبش اطلاع داشته باشند. امروز که دقیقاً 2 ماهه که از آغاز این جنبش میگذره، اول در 17 سپتامبر در شهر نیویورک شروع شد در مقابل ساختمان‌های بزرگ و آسمانخراش‌های بزرگ در واقع وال استریت، یعنی مرکز اقتصاد جهانی، یعنی اقتصاد آمریکا یک اقتصاد جهانی. و به سرعت در این 2 ماه گذشته امروز در شهرهای مختلف آمریکا، حتی در روستاهای آمریکا، یعنی در شهرک‌هایی که جمعیتشون بیشتر از 5000 نفر نیست، در اون شهرک‌ها، در این روستاها هم مردم به ویژه جوانان اومدن بیرون از خانه‌های خود، بیرون از کارگاه‌های خودشون، بیرون از مدارس و دانشگاه‌های خودشون و حتی محلات رو هم دارن تسخیر میکنن، تحصن میکنن در این محلات، در این محله‌ها شب و روز. یعنی یک تظاهرات 6 ساعته 7 ساعته نیست، 2 ماهه که این ادامه داره و تا اونجا که من متوجه شدم با شرکت‌هایی که در جلسات مجمع عمومی این جنبش در شهر واشنگتن شرکت میکنم، این جنبش نه تنها وسیع‌تر و وسیع‌تر خواهد شد، بلکه طولانی‌تر هم خواهد بود. یعنی حتی طولانی‌تر از اون خواهد بود که ما امروز تصورش میکنیم که شاید 2 ماه طول بکشه، 3 ماه دیگه طول بکشه، ممکنه بیشتر از این مدت‌ها هم طول بکشه و خیلی خیلی مهمه که به بعضی از این ویژگی‌هاش من اینجا یه اشاره بکنم. یک جریانی که این جوانان به یک زبانی صحبت میکنن که این زبان بی اندازه عامه فهمه، یعنی توده های مردم این جوانان و صحبت‌هاشون و هم سوال‌هاشون و هم جواب‌هاشون رو خیلی روشن میفهمن و اینها یک ادبیات سیاسی غنی در زبان خودشون به وجود آوردن، در زبان انگلیسی، که توده های وسیع از مردم، حتی اونهایی که زیاد به زبان انگلیسی وارد نیستن در آمریکا، شما میدونید که خیلی خیلی از کارگران آمریکایی لاتین تبارن، از کشورهای آمریکای لاتین اومدن، از کشورهای آفریقا اومدن، از بنگلادش اومدن، از هندوستان اومدن
اینها بخششون به زبان انگلیسی وارد نیستن زیاد و اگر هم وارد باشن به زبان انگلیسی صحبت بکنن باز هم ادبیات سیاسی رو به زبان انگلیسی نمیفهمن، ولی این زبانان به یک نوع ادبیاتی اینها دسترسی پیدا کردن، ادبیات سیاسی که به صورت وسیعی اون مطالبی رو که شاید در سر کلاس ها صحبت میکردن تا این اواخر آوردن به کوچه ها. وقتی که اینا میگن 1% ها در مقابل 99%، منظورشون از 1% ها همان مطلب اولیگوپولی هاست، یعنی انحصارگرایان بانک ها و شبکه های بزرگ نظامی و صنعتی و نفتی. اینا به صورت بسیار ساده میگن ما امروز 99% ها در مقابل 1% ها قرار گرفتیم و اینو به صورت وسیع هم شرح میدن. در مجمع عمومی سوالاتی مطرح میشه در مورد همین 99 در مقابل 99% ها در مقابل 1% ها که خیلی جالبه. اینا به صورت بسیار بسیار ساده این مسئله رو مطرح میکنن که اگر مثلا 50 سال قبل در آمریکا انحصار بانکداری دست 50 بانک بود، امروز اون 50 بانک به خاطر فشردگی سرمایه، به خاطر ادغام، به خاطر نابودی و ورشکستگی بعضی ها، این تعداد 50 بانک انحصارگر به 5 بانک انحصارگر تبدیل شده. این در مورد دیگر بخش‌های اقتصاد من جمله در صنایع و در صنایع نفتی و انرژی، در صنایع ماشینسازی، فولادسازی صدق میکنه و اینا تودهای وسیع رو به این شکل واقعا به صورت ادبیات بسیار بسیار توده‌ای و عامه فهم سیاسی خیلی از مردم رو به طرف خودشون کشوندن. البته فقط اینا جوانان نیستن. در گذشته عمدتاً اولا ما این نوع جنبش رو نداشتیم که شب و روز باشه، 2 ماه باشه، 2 هفته باشه، 3 هفته باشه که اینا امروز حدس میزنن که بیشتر از اونا خواهند بود، بلکه اساساً تظاهرات 5 ساعته، 6 ساعته، راهپیمایی های 10 ساعته میذاشتن. امروز این جنبش در آمریکا به 2 ماه رسیده و امکاناً با این اوجگیری 2 روز گذشته در شهرهای بزرگ آمریکا مثل نیویورک، در کالیفرنیا و در شهرهای دیگر مثل دالاس، در شهر باستون پایتخت ایالت ماساچوست، امکان این که اینا ماها برن جلو وجود داره و این شرایط باعث شده که تمام با اکثر بازنشسته های آمریکایی، یعنی انسانهایی که دیگه کارو کردن و در آخر بازنشسته شدن، این بازنشسته شدگان امروز به طور وسیعی به این جوانان میپیوندن به علتهای مختلف. مثلا شما یک بازنشسته رو میبینید که به این جنبش پیوسته به خاطر اینکه تمام اون ذخیره‌ای که در عمرش کرده بود اینها به صورت سهام از دست اینها ربوده شدن، به غارت رفتن و اینها اون بیمه‌های اجتماعی رو که در کنار بیمه اجتماعی دولتی داشتن اونها را به طور کلی اون حقوق بازنشستگی خودشون رو از دست دادن. بعضی هاشون حتی خونه هاشون رو از دست دادن. حالا اینها بازنشسته شدگان هستند. شما اگر برید بین کارگرانی که به دانشجویان پیوستن، خود این دانشجویان عموماً یا در حال حاضر تو دانشگاه هستن ولی کار نمی کنن و هزینه تحصیلی در آمریکا در ارتباط حتی با 5 سال گذشته نزدیک به 30% رفته بالا. در نتیجه این دانشجویان نمیتونن با اون
شرایطی که در گذشته داشتن ادامه بدن به تحصیلات خودشون، یا اینکه نه تمام کردن، لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن و کار ندارن. حتی فوق لیسانس هایی که در واقع مثلا در علوم سیاسی، در علوم جامعه شناسی، اینها لیسانس میگرفتن، فوق لیسانس میگرفتن، مثلا میرفتن تاکسی میروندن، تاکسیران میشدن. امروز اون هم وجود نداره اون کارها. در نتیجه عوامل مختلفی از نظر وسیعاً اقتصادی جوانان رو آورده در کنار کارگران و جوانان در کنار به اصطلاح بی خانمان ها، بی مسکن ها، هوملس ها، و مجموعه اینا هم در کنار بخش بزرگی از سربازان بازگشته از جنگ، حتی جنگ قدیمی مثلا ویتنام، جنگ افغانستان، جنگ عراق، جنگ های جدیدی هستند. جوانان که از این جنگ ها برمیگردن هنوز جوانن، ولی شما امروز وقتی که میرید به مجمع عمومی شهر واشنگتن، شما میبینید که اونجا افرادی نشستن که بالای 70-75 سال از سنشون میگذره. اینها در واقع بازنشستگان جنگ ویتنام هستند که برگشتن. بعضی از اینها دقیقاً برگشتن به خاطر بچه‌هاشون، فرزندانشون که در این تظاهرات شب و روز در داخل چادرها زندگی میکنن، در وسط پارک‌های بزرگ شهر زیر پل‌ها چادر زدن و این بازنشستگان افراد مسن دقیقاً به خاطر فرزندانشون حتی برمیگردن به اینا، یعنی به اینها میپیوندن شبها. اینی که خیلی وسیعه در شهرهای بزرگ آمریکا و در سراسر جهان. امروز در 90 کشور جهان در حمایت از این جنبش، در اون شهرهای بزرگ، از مانیلا در فیلیپین گرفته تا ریو دو ژانیرو در برزیل، دانشجویان، جوانان، کارگران تظاهرات میگذارن شب و روز، بعضی وقتها در حمایت از جنبش فتح وال استریت. و این جوانان شب و روز که میرن بین مردم کوشش میکنن که به درد مردم برسن. مثلا شما میبینید که در شهر واشنگتن چندین نفر پلیس که اومدن در واقع قراره جلوی تظاهرات کنندگان، جلوی این جوانان حضور داشته باشن، با اینها همدرد شدن و جوانان به اینها میگن شما هم بخشی از 99% ها هستید. چرا؟ به خاطر اینکه تو پلیس هستی ولی داری خونه تو از دست میدی، به زودی خانه و منزل خودتو از دست خواهی داد. این دانشجویان وقت چیکار میکنن؟ تقسیم میشن به 250 نفر اینجا، 250 نفر اونجا، 100 نفر اینجا، 100 نفر در این محله، 50 نفر در اون محله. میرن اون خانه هایی رو که قرار دولت از مردم بگیرن و بفروشن، یعنی در واقع اینها را بی خانمان بکنن، این جوانان میرن در مقابل اون خانه ها تحصن میکنن، میشینن جلوی در اون خونه ها و از اون خانواده‌ای که داخل اون خونه هستن از اونها محافظت میکنن که این سرمایه‌داران بزرگ، این بانکداران نیان این خانه ها را از دست این مردم بگیرن و به فروش بذارن. این خیلی خیلی حالا در آمریکا مد شده. به محض اینکه میبینن یک سرباز، یک پلیس، یک معلم داره خونش از دست میده، 250 نفر جوان میان میشینن در مقابل اون خونه رو در واقع حلقه میزنن دورش که پلیسو هیچ منبع دولتی، هیچ نهاد دولتی نمیتونه بیاد و این جوانانو از تحصن وابداره تا اون خونه رو تسخیر بکنه که بفروشه و ساکنین اون خونه رو بی خانمان سازه. این حالا در شهر واشنگتن و در ایالت ویرجینیا و در ایالت مریلند در این 3 روز گذشته مد شده. به محض اینکه متوجه میشن که شما دارید خانه خودتون از دست میدید،
جوانان میان دور اون خونه حلقه میزنن که صاحبان ثروت و قدرت قراره که بیان اون خونه رو بگیرن نتونن، چون اونها نمیتونن به این جوانان دست بزنن مگر اینکه به پلیس اطلاع بدن. پلیس که میاد میبینه که تعدادشون بیشتر از 50 نفره، اینها باید طبق قانون به اصطلاح برگردن به دادگاه، از دادگاه یک سند، یک داکیومنت بگیرن که بیارن بر اساس اون سند اینا را دستگیری بکنن. بعضی وقتا دادگاه ها خودشون اونقدر گرفتار مسائل دیگری هستن در دادگاه ها که به اینا میگن که ما تا 2 ماه نمیتونیم به شما این سند رو بدیم که برید این دانشجویان، این جوانان رو دستگیر بکنید. در نتیجه اون شخصی که امروز بی خانمان خواهد شد هنوز تو خونهشه با فرزندانش، با پدر پیرشون، با مادر پیرشون تو خونه هستن و از خونه اخراج نشدن. چیزی که تا 2 ماه گذشته در سراسر آمریکا شما وقتی که نمیتونید قسط خونه رو قسط ماهانه رو بدید، می اومدن شما رو از خونه بیرون میکنن و کل خونه رو تسخیر میکنن و بعدن این خونه رو میفروختن بدون اجازه اون شخصی که اون خونه رو خریده بود و اون شخص بی خانمان میشد با خانوادهش. حالا این به یک جریان بزرگی در سراسر آمریکا تبدیل شده و جوانان چیزهای مطالب بسیار جالبی رو مطرح میکنن. 2 شب قبل 3 شب قبل من در مجمع عمومی اینا شرکت داشتم. در مجمع عمومی یک جوانی میگفت که ما به مردم آمریکا میگیم که ما برای مبارزهمون علیه 2 تا C هست، ABC. یکی کلاس یعنی طبقه، مسئله طبقه رو مطرح میکنیم که امروز در آمریکا دیگر مسئله نژادی و جنسیت و ملیت و عقاید نیست، بلکه مسئله طبقاتی 1% ها در مقابل 99% ها قرار گرفتن. دومی هم خود دومین سیه، یعنی کاپیتالیسم که با حرف سی شروع میشه. اینی میخواییم به مردم بگیم که اون چیزی که باعث شده امروز در آمریکا مردم بدبخت بشن، بی خانمان بشن، عدم امنیت باشه، جوانانشون برن به جنگ در افغانستان و پاکستان و عراق و یمن و غیره، به خاطر این سرمایه‌داریه. اینی که تحول بزرگی است و در واقع تعجبی هم نداره که امروز در سراسر جهان، در تل آویو، در فلسطین، در کلیه کشورهای اروپا، مخصوصا در آلمان، ما حمایت می‌بینیم از طرف مردم نسبت به این جنبش و بسیار بسیار مهمه. مضافاً چرا این جنبش در آمریکا از حمایت توده‌های مردم برخوردار است؟ خب اینم علتش اینی که دقیقاً مردم به این جنبش از هر جنبه که نگاه کنی خودشونو در رابطه میبینن. قبلا جنبش های جوانان در آمریکا، جنبش مردم در آمریکا، جنبش های توده‌ای عموماً روی یه مسئله مشخصی مردم رو بسیج میکردن. مثلا ضد جنگ بودن، ضد نابرابری بودن، برای حقوق مدنی سیاه‌پوستان مبارزه میکردن. این جنبش ها از این نظر خیلی محدود بودن، تک محوری بودن و تک سوالی، تک مضمونی بودن. امروز این جنبش همه اینا رو در بر میگیره، زیر سطر اون 2 تا سی که عرض کردم. میگن امروز در آمریکا مسئله طبقاتی شده. چرا میگن امروز؟ خب مسئله طبقاتی که همیشه بوده، منتها در آمریکا تا این اواخر استفاده از کلمه طبقه اصلا تابو بود. نه در رسانه‌های گروهی از این کلمه استفاده می‌کردن و نه در مطبوعات و نه در رادیو، نه در تلویزیون، نه در سر کلاس‌ها. اصلا
هیچ وقت بشریت موجود در آمریکا را طبقاتی تقسیم نمی کردن، نژادی تقسیم می کردن، منطقه‌ای تقسیم می کردن. می گفتن مثلا شمالی های آمریکا در مقابل جنوبی های آمریکا، یا سیاه‌پوستان در مقابل سفیدپوستان، زنان در مقابل مردان، جوانان در مقابل مسن‌ها. امروز تمام اینا رو گذاشتن کنار، میگن طبقه. یعنی مسئله طبقه که تا دیروز اگر در آمریکا شما میخواستید یک نفر رو بی اعتبار بکنید، میتونستید بیاید تبلیغ بکنید که این شخص از مبارزات طبقاتی، از کلاس وارفیر، مبارزات طبقاتی صحبت میکنه. امروز میبینید که این جریان و دانشجویان، جوانان بردن داخل کارگران و کارگران در حمایت از اینها این مسئله رو بردن توی پارک ها، شب و روز راجع به این که مسئله طبقاتیه، طبقه که 1% به طبقات دیگر که 99% جمعیت 316 میلیون نفری آمریکا را تشکیل میدن، حکومت میکنن. دولت از هر نظر تحت حاکمیت این 1% هاست که بانک ها را دارن، کمپانی های بزرگ نفتی رو دارن و شبکه صنعتی نظامی رو در دست دارن. بر تمام نهادهای مدنی این کشور تسلط پیدا کردن و از کاخ سفید گرفته تا کنگره آمریکا تا دیوان عالی دست این 1% هاست. اینو دیگه مردم فهمیدن. یعنی مردم به درستی و به حق متوجه شدن که کاخ سفید یا کنگره آمریکا به هیچ وجه نمایندگی نمیکنه. اگر تا این اواخر هم اعتقاد داشتن، این اعتقادشون در همین 6 ماه گذشته، در این 1 سال گذشته به تدریج از بین رفته و به این مرحله کنونی رسیده که عموما مردم دیگه کوچکترین اعتمادی به دولت خودشون ندارن، به نمایندگان این که خودشون فرستادن، فکر میکردن که اینا رو رأی دادن فرستادن به داخل کنگره، اعتماد ندارن. البته هنوز هم 10% از مردم، 15% از مردم، بسته است که در کدوم شهر هستید، هنوز از اون 1% ها حمایت میکنن. ولی هر روز که میگذره، هر هفته میگذره، از تعداد اونا کمتر میشه و به تعداد این تظاهرات کنندگان که میخوان همه جا رو فتح بکنن، تمام وال استریت ها، تمام کاخ سفید ها را فتح بکنن، میان به طرف اینها. و این علتش شده که آمریکایی ها امروز به صورت وسیع توده‌ای از فرزندان خودشون، از جوانان خودشون، از کارگران خودشون به صورت وسیعی دفاع میکنن. چیزی که تا 6 ماه گذشته اصلاً به مغز ما خطور نمیکرد که به این سادگی، یا اصلا به نظر میرسه به این سادگی و به این زودی، این جنبش بیداری و آگاهی و رهایی، این جنبش بیاد به سواحل آمریکا هم برسه و در تمام شهرهای آمریکا اوج بگیره. با تشکر رفیق یونس پارسابناب. در همینجا هم وقت برنامه ما به پایان میرسد. تا هفته‌های آینده امیدواریم که اوقات خوبی را داشته باشید. با تشکر. خیلی تشکر میکنم. شب و روز شما و تمام شنوندگان عزیز شما بخیر. درود بر شما.